روزتون مبارک. روزتون مبارک. روزتون مبارک. رشته مامایی در این حال که رشته سخت و پرمسئولیتی هستش برای یک ماما، بسیار لحظات شیرین و دلنشینی داره. اولین گریه یک نوزاد به منزله اولین تنفسش هست و اون لحظه بسیار لحظه لذت بخشیه و من شاهد لذت بخشترین گریه کودک هستم. برای ما اولین گریه یک معجزه است. من شاهد اولین نفس‌ها بودم. این خیلی زیباست. باید عاشق باشی تا ماما باشی. ماما با شوق و رنج می‌آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش تبدیل کند. روز ماما مبارک.